این ساعتی که میبینید تو دست من یکی از عجیبترین و جسورانه ترین ساعت هاییه که شما میتونید با قیمت کمتر از 50 میلیون تومان بخرید و صاحب یه ساعت اتوماتیک بشید. تایمکس دیپ واتر ریف دیپیست. یه ساعت قواسی 200 متری واقعی که موومنت اتوماتیک میوتا داره و همینطور یه بند قرمز رنگی داره که شما وقتی این ساعت رو دستتون میکنید انگار داره جیغ میکشه و میگه که منو نگاه کنید، منو نگاه کنید. اما سوال اصلی اینه که این ساعته فقط قشنگ و حالا موومنت اتوماتیک داره یا نه میارزه که آدم بخرتش. سلام رفقا، من کوروش هستم و این اولین ویدیو منه که میخوام در مورد ریویو ساعت هایی برای شما ویدیو بسازم که قیمت های مناسب تری دارم و دستمونم میرسه که بخوایم اینا رو بخریم. سعی میکنم از ارزون ترین ساعت ها شروع بکنم تا حالا هر چقدر که گرون باشه و به دست من برسه و بتونم تست بررسیشو انجام بدم براتون. راستی اینم بگم که من یه پیج فروش ساعت‌های تایمکس توی اینستاگرام دارم و حالا هر کدوم از این مدل‌های تایمکسی که توی این ویدیوها می‌بینید و ازش خوشتون میاد و میتونید بیاید به خودم بگید، ثبت سفارشش انجام میشه و با گارانتی 24 ماهه شرکتی تقدیمتون میشه با بهترین قیمت. بریم ببینیم واقعا این ساعته با این قیمت میارزه؟ اصلا همچین قولی که من بهتون گفتم هست یا نه؟ تایمکس همیشه به ساخت ساعت‌های جون سخت و با دوومش معروف بوده. کلاً تولواچ‌هایی میسازه که به این راحتی‌ها خراب بشو نیستن. اما سری دیپ واتر یه مقداری متفاوته. این جدیدترین و جدیترین خط تولید قواسی تایمکسه. شما وقتی این ساعت رو دستتون میگیرید کیفیت ساختش واقعا توجهتون رو جلب میکنه. میریم سراغ ابعاد دقیق این ساعت تا بهتون میگم که اصلا چجوریه. قاب این ساعت حدوداً 42 میلیمتره. فاصله لاگ تو لاگش یعنی از اینجا تا اینجا 50 میلیمتره که باعث میشه روی موج‌های متوسط تا بزرگ خیلی خفن و پرقدرت دیده بشه. ضخامت این ساعت اگر که اینجا مشخص باشه حدود 12.5 تا 13 میلیمتره که خب برای ساعت قواسی اتوماتیک کاملا استاندارده. شیشش خبر خوب اینه که تایمکس از یه شیشه سافایر یا یاقوت کبود با یه لایه ضد انعکاس استفاده کرده، یعنی کلا دیگه این ساعت خط و خشی روش نمیفته. اینجا یه سری دیتیل باحال داره که من الان مثلا یکیش این ذره‌بینه است روی این قسمت تاریخ داره و یک بزل قواسی تک جهته 60 کلیکه که یه صدای خیلی ترد و باحالی داره. اجازه بدید. خیلی عالیه، عالی، خیلی عالی میده. این چرخوندن بزل ساعت قواسی واقعا عالی. بیاید راجع به بندش هم بهتون بگم. یه بند قرمز رابر داره. عرض بندش 20 میلیمتره. چون از سیستم این حالا پینه تعویض سریع استفاده میکنه شما خیلی راحت میتونید این بنده رو عوض کنید. من براتون عوض میکنم چون نمیدونم مشخص میشه یا نه، ولی خیلی راحت من بندو کندم و حالا میتونم با بند جدید جابجا کنم. حالا اینجا من بند جدید ندارم، فعلا اینو جا میندازم تا بعد. همچنان دارم جا میندازم. کار سریعیه ولی خب. پس شما میتونید یه بند ناتو مشکی بندازید، اصلا روش یه بند رابر مشکی بندازید روی این ساعت، یا حتی سنگ بند فلزی براش پیدا کنید یه بند فلزی بندازید، کلا داستانو عوض کنید. حالا بریم سراغ موومنت این بچه قولی که دست منه. تایمکس توی این مدل رفته سراغ یه موومنت اتوماتیک خیلی معروف، یعنی میوتای 8215. بچه‌ها این موومنت تقریبا میتونم بهتون بگم که انگار که داریم راجع به موتور تویوتا کامری صحبت میکنیم. کامری مثلا 2006 7 توی کامری گرند، خب انقدر بی درد سره و انقدر جون سخته و انقدر پرقدرت و دقیقه. دقیقاً عین همونه.
موتور توی دنیای ساعت سازی حکم همون موتورهای خیلی سگجون و کم استهلاک داره. 21 سنگ داره، فرکانسش 21600 ضربه در ساعته و حدود 40 ساعت پاور رزرو داره. یعنی اینکه شما مثلا این ساعت جمعه میذارید کنار، یک شنبه صبح برش میدارید ببینید که همچنان داره کار میکنه و لازم نیستش که حالا اینجوری بکنید فلان کنید. خیلی اوکی. قابلیت کوک دستی داره و تو نسخه های جدیدش هک ثانیه هم اضافه شده. شاید مثل موومنت های لوکس سوئیسی از نظر ظاهری نباشه یا مثلا چه میدونم خیلی ظریف مریف و گوگولی مگولی نباشه، اما بی درد سرترین موتوریه که شما میتونید برای یه ساعت داشته باشید. خراب بشو نیست کلا و هزینه نگهداری هم نداره دیگه. حالا نهایت یه روغنکاری داره که اونم حالا چه میدونم مثلا یه سال 2 سال میتونید، یه سال 2 سال یه بار مثلا شاید لازم باشه که انجام بدید. فقط چون که این روترش تک جهته است، در اون جهت آزادانه که داره میچرخه شما قشنگ حس میکنید، یعنی حتی تو دستتون هم رو مچ دستتون باشه حرکتشو حس میکنید، صداش هم حس میکنید. آره تنها چیز منفی که میتونم بگم راجع به این موومنت همین، ولی خب خیلی جالب. اگر بخوایم این ساعت رو توی بازار با رقبایی که داره مقایسش بکنیم، یکی از رقباش میشه سیکو 5 اسپورت، خب اون یکی هم میشه اورینت کاماسو. این دوتا قیمتاشون حتی ممکنه از اینم بالاتر باشه خب، ولی امکاناتی که به شما میدن امکانات پایین‌تریه. مثلا اون سیکوه شیشه‌اش سافایر نیست مثل این و حالا مثلا یه لایه ضد انعکاس هم روی این شیشه نداره و یه هاردلکس داره که خب خیلی معمولیه و خب خط و خش هم ممکنه بیفته. خیلی روک و رو راست اگه بخوام بهتون بگم کلا نقاط قوت این ساعت نسبت به قیمت زیر 50 میلیونی که داره اینه که ضد آب 200 متر واقعیه. خب یه موومنت خیلی 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 خفن داره در حد یه توییتایی که قبلا بهتون گفتم و یه طراحی به نظر من خیلی باحال داره، واقعا خوشگل و با کیفیته. شما وقتی اصلا دستتون میکنید اصلا حال میکنید، من خودم واقعا حال میکنم. حالا نقاط ضعفش چیه؟ نقاط ضعفش به نظر من اینه که این روتره، یعنی این موتوره ممکنه یه ذره صدا بده، خب که خب طبیعیه، واقعا نباید انقدر بهش سخت کرد. و یکی دیگه این که این بند قرمز یک مقداری ست کردنش سخته، البته که میشه خیلی راحت عوضش کرد. در نهایت این تایمکس دیپ واتر یکی از ارزشمندترین گزینه هاست توی بازار ایران با این قیمتش، با این موومنتش. به نظر من خیلی از سیکو و اون اورینتی که بهتون گفتم سرتر. شما برای اونا فقط دارید پول اسم سیکو رو میدید در واقع، ولی این واقعا ساعتیه که ارزشمند. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم هر ساعت تایمکسی که من قراره توی یوتیوب بررسی و ریویوشو برای شما اینجا بذارم، اگر ازش خوشتون اومد میتونید همینجا پیام بدید یا اینکه بیایید توی پیج اینستاگرام من یعنی timexgallery.ir. اونجا هم مدل‌های بیشتری هست، هم عکس و ویدیوهای بیشتری از ساعت‌های تایمکس اونجا ما داریم و اینکه میتونید ثبت سفارشتون هم خیلی راحت انجام بدید. و یه نکته مهمتری که تمامی ساعت‌هایی که من تو تایمکس گالری برای فروش میذارم همشون گارانتی شرکتی 24 ماهه دارن. یه سری مدل‌های تایمکس خاصم بعضی موقع به دستم میرسه که حالا اونا رو بهتون نشون میدم، اونا قیمت‌های مناسب‌تری هم دارن. دمتون گرم، مرسی، خداحافظ.